که این بچه ها که جانباز شده توی این حملات اسرائیل 112 زدن، میگفت من لبم که پاره شده بود، دندونام شکسته بود، افتاده بود، اینا ترکیشم از توی سینه و پهلو رفت بود، اما بود بیرون. همه فکر کردن نمیمونم، گاهی از هوش میرفتم، گاهی به هوش میومدم. بعد هر هم خواستن از هوش برم، میگفتم چرا امام رضا نیومد، چرا تو قرار برگردی، موضوع وقتی میاد که میخواد ببرد امام حسن، امام حسن اینجوری میاد. ولی واقعا دم مرگم اگه نیان چه کنم؟ دیدن روی تو با دادن جان شیرین رو نما تا که کسی روی به دنیا نکنه.